نکنه از کارا پلاس ماشین رنت کنی یادت بره هزینه پارکینگ رو پرداخت کنی. بیا تا بهت بگم چجوری باید هزینه رو پرداخت کنی. به اولین چیزی که باید توجه کنی تابلوی محدوده‌ای هست که ماشین تو پارک کردی، عددی که روش نوشته شده و حرف کنار اون عدد. دکمه استارت رو میزنیم، صفحه روشن میشه. منطقه‌ای که هستیم 335A هست که روی تابلو هم دیدید و اینجا انتخاب میکنید از طریق مول کارت میخواید پرداخت کنید یا سکه، که من میخوام از طریق سکه پرداخت کنم. این قسمت نشون میده که پلاک ماشین شما برای دبی هست یا برای شهرهای دیگه امارات، که ما برای دبی رو انتخاب میکنیم، حرف جی که برای پلاک هست و عدد پلاکتون. خب برای ماشین ما 4506 هست پلاک، تایید میکنیم. الان اینجا بهتون نشون میده که چه مقدار ساعتی میخواید شما، چه زمانی رو میخواید ماشینتون رو پارک کنید اینجا. من نیم ساعت رو انتخاب میکنم، دوباره تایید میزنم و 2 درهم رو پرداخت میکنم. خب بعد از اینکه 2 درهم رو پرداخت کردیم میگه که رسید میخواید یا رسید نمیخواید. حالا من رسید رو میگیرم. توی این رسیدی که به شما میده مشخصه که برای چه مقدار ساعت هزینه پرداخت کردید، کدوم منطقه هست ماشینتون و تا چه زمان تایم دارید.